سلام بیننده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. در برنامه خبری و تحلیلی رادیو زودی همراه شما. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. اخراج 7000 مهاجر کاری، مقامات روسیه از معرکه پرسر و صدای نیلگال و یا مهاجر غیر قانونی نتیجه گیری کردند. سبب عملیات چیست؟ بعضی احزاب و تشکل‌های دیگر اجتماعی روس‌ها به همین مضمون اظهارات‌ها پخش می‌کنند. ساورینیسای 23 ساله را گوراندند، اما جنجال چگونه به مرگ رسیدنش ادامه دارد. شوهرش بازداشت شد و منتظر حکم دادگاه است. اوچه گو ساله گاوزنین که مرا سرتیا اگر سر نتیه گو ساله با اولاداش مرا میکشن. در ولایت سوغد امسال زردالو به حد حاصل داد که شاخه‌های درختان شکست. دهقان‌ها میگویند امسال حاصل و کار زیاد شد ولی فایده مالی کمتر. در روسیه از عملیات نتیجه گیری کردند که هدفش مهاجران از جمله شهروندان کارجوی تاجیک بود و سر و صدای زیادی هم به پا کرد. عملیاتی که با بدرفتاری و بیرحمی ماموران پلیس با مهاجران همراه بود. خلاصه مقامات از عملیات نیلگال و نظر یک کارشناس درباره آنکه چرا تاجیکان را در روسیه چپ گرفتند در گزارشی زرنگیزی نوروزشاه. در پی عملیات نیلگال 2023 در روسیه تقریباً 7000 مهاجر از جمله شهروندان تاجیکستان را رانده بر ضد چند هزار دیگر پرونده گشودند. مقامات روسیه میگویند معرکه از 19 تا 25 ایون امسال گذشت، ولی مهاجران شکایت دارند که آن هنوز آشکار و نهان ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه مهاجران را به کار و بودوباش غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و غیر قانونی گذشتن از سرحد متهم کرده است. در دایره عملیات پلیس یک جا با همکاران از اداره امنیت یا FSB روسیه 45000 مورد نقض قانون مهاجرت آشکار شد. از جمله بیش از 33000 قاعده شکنی هنگام ورود و خارج شدن شهروندان خارجی به کشور ما ثبت شد. در همین حال در دومه دولتی روسیه پیشنهادها برای سخت‌تر کردن قاعده‌های بودوباش مهاجران ادامه دارند. سرگئی میرانوف رهبر جناح پارلمانی روسیه عادل این بار خواهان آن شده است که برای رفتار ناشایسته مهاجران تنها نه بلکه با خانواده‌هایشان از روسیه خارج کرده شوند. شخصاً با آنها چیکار می‌کردم؟ گناهگار به محبس و خانواده آنها خارج کرده شود. ولی حتی حکم سنگین‌ترین هم نمی‌تواند پیش روی حمله‌های نوی مهاجران را بگیرد. امسال کشتار 5 برابر بیشتر شد. برای مبارزه با جنایتکاری مهاجران از راه دیپارتاسیون و محروم کردن از شهروندی کار باید گرفت. وکیل روس پیشنهاد کرده است که شیوه شناسنامه‌گیری مهاجران و دادن حق اقامت به آنها باید جداً سنجیده شود. به همه این اکتفا نکرده میرانوف دیگر باره خواهان راه اندازی ویزا یا روادید به کشورهای آسیای مرکزی شده است. زیاد شدن چنین پیشنهادهای ضد مهاجران از سوی سیاستمداران روسیه را برخی از تحلیلگران به نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی این کشور ربط می‌دهند. با مقصد پاپولیستی و در عرصه معرکه‌های مهم سیاسی، انتخابات و تغییر افکار جمعیتی به منفعت خود، بعضی احزاب و تشکل‌های دیگر اجتماعی روس‌ها به همین مضمون اظهارات‌ها پخش می‌کنند که بر ضرر شرطنامه‌ها، توافقنامه‌ها و دیگر قراردادهایی که میان تاجیکستان و روس در این مورد وجود دارند. به اندیشه این همصحبت ما و تحلیلگران دیگر افزایش فشار و بازداشت مهاجران در روسیه چند سبب دارد. استفاده مسائل مهاجرت چون فشنگ سیاسی یکی از عامل‌های اصلی آن گفته می شود. ساورینیسا سفروی 23 ساله را تقریبا یک ماه پیش دفن کردند، اما بحث و جنجال چگونه به مرگ رسیدن او هنوز ادامه دارد. مادرش میگوید که دخترش را پیوندان و همسری اولی شوهرش زده تا به دم مرگ رسانیدند. مفتشان تاجیک میگویند ساورینیسا خودکشی کرد. سرنوزی روح الله و شهلای عبدالله همکاران ما در دوشنبه مسئله را از چند نگاه تحقیق کردند و این گزارش را فرستادند. دختر 23 ساله این زن 2 هفته پیش خود را آتش زده و خودکشی کرده است. ساورینیسا که از شوهر اولش با یک فرزند جدا شده بود، 1 سال پیش با صالح جان سیدعلیف ساکن ناحیه دوستی اویلا برپا کرد. اما با نقل این زن دخترش دیرتر آگاه شد که این مرد زن و 2 فرزند دارد.
مادر نقل کرد که دخترش برای کار به روسیه رفته بود و با این مرد آنجا شناس و بعداً اویله‌دار شد. بعد از چند ماهی زندگی وقتی به تاجیکستان برگشت، خانواده این مرد از این ازدواج باخبر شدند و ماجرا نیز از همین جا شروع شد. حساب رفت در آنجا امی اویله شوهرش با خشتمانش آوردن، بیهوش و بیاد آوردن. به خونه در آوردیم که بعد از 5-10 دقیقه او به هوش اومد و قبلا داد زده گیره کرد. او چجان گفت صالح گوزنین که مرا سرتیه، اگر سر نتیه گفت صالح با اولاداش مرا میکشن. این زن ادعا دارد بارها شاهدی آن شده است که دخترش از جانب صالح جان سعیدعلیف آزار و اذیت میشد. بچه تاکسی میزد، در دوران تاکسی زدن شدیده بودم. حادثه خودسوزی به نقل مادر بعد از آن رخ داده است که در پی خونروی زیاد سفرینیسا طفل 3 ماهه بطنش را از دست داده و بعد زنگ‌های به تکرار شوهرش به نزد او به ناحیه دوستی رفته است. بعد ساعت‌های 5-6 بود که تلفنی مدد نمره بیگانه پیدا شده انگریف. بعد تلفن میگن که بخیزین تست روش نبیاین که مقصد که خواهرتان وزبینه دارم میخیلی بلنسه نوحیه دوستی ولایت ختلان گفتم که من در حیات اوجره دیدگی نبودم. راستی گفت پوها ما میتید کرده این است یومکش هست اما میسو نشون میتیم دارم میخوای چخی که آدم میمرم میخوای شوخ دجه دهنشم میخوای رنگی میگی که مجبوری کشتگی بود، دهنشم میخوای کجله شدگی. در خانواده صالح جان سعیدعلیف شوهر سفرینیسا حادثه را به خبرنگار رادیوی آزادی شرح ندادند. تنها گفتند پسرشان زن و 2 کودک دارد. دادستانی ناحیه دوستی صالح جان سعیدعلیف 29 ساله را بعد از این حادثه بازداشت کرده است. یک همصحبت ما که از جریان تفتیش پرونده آگاه است گفت نسبت سعیدعلیف با 2 ماده کودکس جنایی به خودکشی رساندن و 2 زنگی پرونده باز کردند. مقامات میگویند حادثه در پی رشک رخ داده سفرینیسا با بنزین خودش را آتش زده خودکشی کرده است. حرفایی که مادر او باور ندارد و میگوید فشارهای روانی شوهر و خانواده او باعث مرگ دخترش شدند. امی اولادی زن شبه بسیار میشه و ای اوچه ساله و ای خواهرش. 2 زنگی یا چند همسری در تاجیکستان طبق قانون منع است، اما همانا یک پدیده رایج میماند. طبق آمار وزارت عدلیه سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با 2 زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. حالا این مادر هم میخواهد عاملان مرگ دختر جوانش مجازات شوند. پیش از بررسی موضوعهای دیگر تاجیکستان سر میزنیم با اوکراین. در جریان یک عملیات جوابی در ولایت دونتسک سربازان اوکراینی قلمروی را که تقریبا 10 سال در دست روسیه و نیروهای جدایخواه تحت حمایت مسکو بود بازپس گرفتند. خبرنگاری رادیوی آزادی به همین منطقه رفت و شعلای گلخواجه گزارش او را تقدیم میکند. سربازان اوکراینی در شرایط درگیری‌های شدید در ولایت دونتسک به پیش حرکت میکنند. ما حالا به موقع دسنتیانی بریگاد 79 می رویم. این ناحیه کراسنوریفکا می باشد. چند پیش ارتش اوکراین موقع‌هایی را که از سال 2014 از جانب روسیه و نیروهای جدایخواه زیر حمایت مسکو اشغال شده بودند آزاد کردند. حالا در این منطقه عملیات جنگی شدت گرفته است. کراسنوریفکا در 25 کیلومتری از غرب شهر اشغال شده دونتسک جایگیر است. این واحد نظامی اوکراینی تلاش دارد نیروهای روسیه را به عقب به مرکز شهر براند. ما موقع‌های دشمن را نظارت داریم و هدف تیر قرار می‌دهیم. خندق‌ها و موقع‌های تیراندازی دشمن نمایان هستند. در بالای آنها خلطه‌های ریگ گذاشته شدند. ضمناً این 4 تانک سوخته از روس‌ها است. با آنها چند سناریت برخورد. نیروهای دشمن تلف یافتند. چند کس زخمی شد. ارتش روسیه موقع‌های نوی سربازان اوکراین را هدف قرار می‌دهند.
دشمن به مقابل قشون‌های ما به سرنشین‌های کامیکادزه را به کار برده موقع‌های ما را تیرباران می‌کند. علاوه بر این آنها تانک‌های کامیکادزه و ماشین‌های زره‌پوشی پر از مواد ترکننده را استفاده می‌کنند. اوکراین اخیراً ادعا نمود که نزدیک به 14 کیلومتر اطراف بخموت آزاد کرده شد. دیگر میدان مبارزه شدید در ولایت دونتسک باقی میماند. سید عمر سیدов برادرزاده شمس‌الدین سیدов یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را با گناه ترغیب افراطگرایی 6 سال زندانی کردند. حکم را دادگاه شهری باختر روز 11 ایول صادر کرده است و در همین دادگاه روز 12 ایول بررسی پرونده سیدов را به رادیو آزادی تصدیق کردند اما تفصیلات حکمش را نگفتند. شمس‌الدین سیدов به رادیو آزادی گفت که برادرزاده‌اش را برای نوشتن یک شرح زیر مقاله وابسته به عبدالله شمس‌الدین محکوم کردند. عبدالله پسر شمس‌الدین سیدов اول امسال در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان را پیوسته برای حبس نزدیکان مخالفان حکومت تنقید می‌کنند. در شمال تاجیکستان که زردآلو چند سال حاصل خوب نمیداد، امسال به حد حاصل زیاد داده است که باغپروران به جمع‌آوری حاصلش نمیرسند. اگر از یک طرف خوشحال باشند که زردآلوی زیاد میگیرند، از طرف دیگر قیمت ارزان این میوه شیرین کشاورزان را ناامید کرده است. فرزان محمدی به زردآلوزارهای ولایت سوخت رفت. زردآلوزار در کان بادام شاخه‌های اکثر درختان از سرحاصلی به زمین مائل شده‌اند. تاجران و دهقانان میگن برای جمع‌آوری حاصل زحمت زیاد میکشند و خرج بیشتر میکنند ولی فایده کمتر میگیرند. کمپوتی اهمی 1 سوم 1.5 سوم سر میشد. 1.5 برای مغازین بتاوره ممکن یک 2 دنم باشه دو رنگ دورش ده. کشاورزان در ولایت سوخت 3 سال باز حاصل خوب زردآلو نمیگرفتند. در اوج شکفتن مخچه ها را سرما میزد. امسال هوا گرم آمد و امید داشتند که با حاصل خوب زیان چند ساله را جبران میکنند. اما از یک طرف حاصل زیاد نرخ را در داخل پایین آورد و از سوی دیگر بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازار را سست کرده است. تاجران بر علاوه تاثیر ادامه جنگ روسیه را در اوکراین یادآور می شوند. در ولایت سوخت بیش از 50,000 هکتار باغ زردآلو هست. این زمین ها در منطقه های اسفره، کان بادام، اشت، باباجان غفورov و مستشاه جا گیرند. در نظر است در موسم امساله کشاورزان ولایت زیاده از 100,000 تانه زردآلو بگیرند. با وجود پایین آمدن نرخ، طبق معلومات رسمی تاجران روزانه تا صدها تانه زردآلو را بر روسیه و قزاقستان میبرند تا میوه در جایش نپوسد و زحمتشان پره برباد نرود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کان بادام. و خبر مهم دیگر، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سهراب قربانزاده سردار بازرسی دولتی اتومبیلی و یاگی را از منصبش رانده است. به جای او روز 12 ایول گنرال رستم میرزا مرادزاده تعیین شد. سردار بازرسی دولتی اتومبیلی را در دوشنبه نیز از کارش جواب دادند. تغییرات کادری در این اداره وابسته به وزارت کارهای داخلی در حال صورت گرفت که طی ماه‌های اخیر صدمه در راه‌های تاجیکستان افزوده است. تنها در حادثه 2 ایول در ناحیه فیض‌آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. بعضی از ساکنان صدمه‌ها را گناه رانندگان، راه‌های دشوارگذر و فساد در بازرسی دولتی اتومبیلی ربط دادند. این اداره نه تنها حرکت را در راه‌ها نظارت می‌کند بلکه به ساکنان شهادتنامه رانندگی نیز می‌دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ایول خواسته است تمام کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را از اتستاسیا گذرانند. اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر شما هم خبر و یا ویدیوی جالبی دارید پس به ما بفرستید و به شماره تلفن‌های ما که در صفحه ما میابید.